سلام رفقای عزیز، امین هستم از کانال یوتیوب الفرا. خوش اومدید به جلسه سوم از دوره آموزش رایگان 0 تا 100 عروض و قافیه. توی این ویدیو هم درباره همون هجا و صامت و مثبت‌ها که تو ویدیوهای قبلی درباره‌اش صحبت کردیم یه سری مباحث تکمیلی تری رو میگیم و فکر کنم خیلی هم ویدیو طولانی نشه. دیگه از این ویدیو به بعد پرونده مباحث حفظی عروض و قافیه بسته میشه و میریم به سراغ مباحث عملی که توی ابتدای دوره آموزشی درباره‌اش صحبت کرده بودیم. اولین نکته مهمی که توی این قواعد هجاها باید بدونیم رو توی ویدیوی قبلی توضیح دادیم که نون ساکن بعد از مثبت بلند از تخته هجایی حذف میشه. یعنی ما اگر یه نون ساکنی داشته باشیم که بعد از آ، ای یا او بیاد و هیچ حرکتی هم نگرفته باشه، ساکن باشه، اونو دیگه از تخته هجایی حذف میکنیم، یعنی یک واج حساب نمیکنیم. این چیزی بودش که توی جلسه قبلی مفصل درباره‌اش صحبت کردیم. البته یه سری استثناها هم داره، یعنی مثلا تو اشعار عطار و مولانا یه موقعی میبینیم که نون ساکن رو باید حساب بکنیم و اگر حساب نکنیم کلا وزن شعر به هم میریزه. ولی میگم تو 2-3 تا شاعر همچین چیزی دیده میشه، یا تو کلا 2-3 تا شعر از دیوان اشعار شاعرها دیده میشه همچین چیزی. خیلی چیز رایجی نیست و معمولا شاعرها به این قضیه واقف بودن که نون ساکن حذف میشه و این قاعده رعایت کردن. اما یه موقعی بنابر یه سری مسائلی که احتمالاً درباره صحبت بکنیم یا نکنیم خیلی مربوط به عروض و قافیه نمیشه، شاعرها این قاعده رعایت نکردن، حالا بنابر مسائل منطقی خودشون. دومین نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که در زبان فارسی هیچ واژه و هیچ عبارتی با مثبت شروع نمیشه. خب مثبت ا او که کاملا مشخصه، ولی مثبت‌های بلند آ ای او میدونم الان خیلیاتون یه سری واژه‌ها، یه سری عبارت‌های تو ذهنتون اومد که اینجوری شروع میشن. اما خب اجازه بدید منم 3 تا مثال بزنم. مثلا برای مثبت بلند ای بگیم ایران، واژه ایران رو در نظر بگیرید. برای مثبت بلند او مثلا بگیم اورمزد و برای مثبت بلند آ مثلا بگیم آسمان. خب اینا درسته که در ظاهر با مثبت بلند شروع شدن، اما شما اینو ببینید وقتی که میگید آسمان، این از بخشی از حنجره شما میاد که انگار شما دارین یک همزه ای رو قبلش تلفظ میکنید. یعنی شما دارید یک واژه ای رو تلفظ میکنید که اول با یه همزه یا عین شروع شده و بعد به یک مثبت بلند آ متصل شده. به خاطر همینه که ما میگیم هیچ هجایی با مثبت بلند شروع نمیشه. این مثبت های بلند آ ای او و مثبت های کوتاه ا او اینا همیشه به یک صامتی وصل میشن، هیچ وقت خودشون به تنهایی آغاز کننده یه عبارت نیستن. اگرم خودشون ابتدای هجا بودن بدونیم که یه دونه همزه پشت اینا هست و به خاطر همون توی شمارش هجاها بازم میگیم 3 واج. مثلا در نظر بگیریم همین اورمزد رو مثلا در نظر بگیریم، بخشش میگیم، تختهش میگیم اورمزد. طبق آموزش‌های قبلی اور یک واژه بلنده دیگه، درسته؟ پس رم یه دونه صامت ساکنیه که یه مثبت او باید بگیره، میشه اورمزد. خیلی خوب، حالا کاری به اون نداریم. خیلی میخوایم تخته اولش رو نگاه کنیم، اون هجای اولش رو نگاه کنیم. وقتی میگیم اور، در واقع ما با مثبت بلند او شروع نکردیم، یه همزه قبلش بوده. حالا میخوایم بشمریم، یه دونه همزه صامت ابتدای کار و 2 تا هم مثبت بلند او که باز هم میشه 3 تا و اون ر بازم ساکن میشه و دوباره یه دونه مثبت بلند او بهش تعلق میگیره و یه هجای کشیده میشه. یا مثلا واژه ایران تختیش میکنیم ایران، هجای اولمون چیه؟ ای. خب باید 2 تا در نظر بگیریم، نه دیگه، چون یه دونه همزه پشتش هست خود اون همزه یکی حساب میشه و بعدش هم به یه دونه مثبت بلند ای متصل شده که 2 تا حساب میشه و باز هم هجای ما یه هجای بلنده، یعنی ایران و یه دونه نون ساکن هم تهش هست دیگه. اینجوری ایران وقتی تخته میشه تبدیل میشه 2 تا هجای بلند، ایران، یه دونه ستاییه، یه دونه بازم ستاییه. چرا؟ چون یه دونه صامت ر داریم، یه دونه مثبت بلند آ داریم، یه دونه صامت نون داریم و این نون ساکنیه که دقیقاً بعد از مثبت بلند آ اومده، پس از تخته حذف میشه و ما نمیتونیم بگیم هجای کشیده، میگیم یک هجای بلند. پس ایران شد 2 تا هجای بلند که علامتش هم خط تیر است. و واژه سوم آسمان، بریم اول سمانش رو ببینیم، چون تختهش بکنیم میشه آسمان. بریم اول اون هجای بعدی رو نگاه بکنیم. اول 3 رو ببینیم، یه دونه صامت سین، یه دونه مثبت کوتاه ا، سین
ا میشه 2 تا و هجای ما یک هجای کوتاه علامتش هم یوه. برای مان چه اتفاقی میفته؟ یه دونه صامت میم، یه دونه مصوت بلند آ که 2 تا حساب میشه و یه دونه هم صامت نون ساکن که اصلا حساب نمیشه و بازم میشه 3 تا. هجای ما یک هجای بلنده و علامتش هم خط تیر است. اما بیایم سراغ هجای اول که آه. یه دونه مصوت بلنده در ظاهر، اما گفتم یه دونه همزه پشت اینا هست، پس خود همزه یه دونه حساب میشه. یه دونه مصوت بلند آ داریم که 2 تا حساب میشه و هجای ما یک هجای بلنده، چون این عددی که به دست آوردیم 3 تا واج شد. توی ویدیوهای قبلی اون عددی که میگفتیم در واقع تعداد واج بود که ما حساب میکردیم. یه دونه همزه داریم که یه واج حساب میشه، یه دونه مصوت بلند آ داریم که 2 تا واج حساب میشه و عددی که ما به دست میاریم میشه 3 واج. هجای ما یک هجای بلندی که علامتش هم خط تیر است. پس آسمان شد خط تیره یو، خط تیره بلند کوتاه بلند. فکر میکنم دیگه نکته خاصی نمیمونه در رابطه با هجا و صامت ها و مصوت ها. تو همین 3 تا ویدیو تقریبا همشون رو بیان کردیم. حالا یه سری استثناهایی هم هستش که تو ویدیوهای بعدی بررسی میکنیم، مثل همون نون ساکنی که تو ابتدا همین ویدیو گفتم. یه سری اشعار و یه سری بیت ها هستن که نون ساکن رو ما باید حساب بکنیم، اگر حساب نکنیم وزن شعر به هم میریزه. اما یه جاهایی هم اصلا نباید حساب بکنیم چون باز هم وزن شعر به هم میریزه. اینا چیزایی هستش که توی ویدیوهای بعدی به مرور بررسی میکنیم. فقط خواهش که ازتون دارم اینه که اگر ویدیوهای ما رو دوست داشتین حتما لایک کنید، توی کانال یوتیوب الف را سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. تقریبا میتونیم بگیم مباحث حفظی علم عروض و قافیه اینجا تموم میشه. یه سری مباحث حفظی دیگه هم مونده که اونا وقتی مباحث عملی رو شروع بکنیم باید یاد بگیریم. اینا مباحثی بودش که پیش از اون بخش عملی باید یاد میگرفتیم، ولی اون چیزا مثل اسم انواع رکن ها یا خود انواع رکن ها، این که شکلشون چه مدلی، آهنگشون چه مدلی، خب اینا هم بالاخره چیزایی هستش که باید حفظ کنه آدم، ولی با عمل حفظ میکنه. اینا چیزایی نبودش که خیلی عملی باشه. اما وقتی که از ویدئوی بعدی وارد مباحث عملی بشیم دیگه اون مباحث خود به خود ملکه ذهن میشه، خیلی لازم به قلم و کاغذ نیستش. پس ما این ویدیو رو همینجا تمام میکنیم. یه سری نکات تکمیلی بودش که در رابطه با ویدیوهای قبلی باید توضیح میدادیم. فکر میکنم دیگه تموم شده و از ویدیوهای بعدی وارد مباحث عملی میشیم.